салом бинандагони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш, барномаи навбатии шаҳри футзалро манзури шумо мегардонем ва дар ин барнома доир ба бозиҳои даври панҷуми Суперлигаи Тоҷикистон суҳбат хоҳем кард. Дар ин барнома низ моро ҳамкорамон Имонбек Шодибекзод ҳамроҳӣ мекунад. Сараввал шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва мегуфтед ки бозиҳои даври панҷумро пайгирӣ доштед. чӣ натиҷа барои шумо ғайриинтизор буд ва чӣ бозие буд ки таваҷҷӯҳи шуморо бештар ҷалб кард? من فکر میکنم در دوره پنجمی سوپرلیگ فوتبال مملکت هیچ رویداد غیر انتظار به چشم گرفته نشد، زیرا ببینید دستای فاوریت با آسانی توانستن رقیبان خود را شکست دهند و چگونه ای که من هم بعد از در برنامه پیشین گفته بودم در رقابت میانی روشن و کلوب مرکزی و ارتش رقابت میشد. اینجا ارتشان اندک قوی ترند و چنین طور هم شد. در دو رقابتی که با اشتراک فاوریت‌های این چمپیونات دایر شد، البته به یگان هنگامه، به یگان رویدادهای غیر انتظار رقیبان قوی با حساب‌های بزرگ پیروز شدند. بله، بازی‌های دور پنجم با چنین نتیجه به انجام رسیدند. سارا کمپانیا با حساب 4-1 امانتبانگ را در بازی مرکزی دور شکست داد. سپر شهر خوجند از پیروزی پنجم خویش استقبال کرد. این نوبت 4 گل به جواب به دروازه سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان زد. رگر باز با حسابی کلان مغلوب شد از تیم استقلال با حسابی 9-2. دسته روشن شهر کلوب نیز با شکست چهارم خویش در موسم جاری سوپرلیگا روبرو شد. کلوب مرکزی ورزش ارتش در این دور با حسابی 5-2 روشن شهر کلوب را مغلوب کرد. خب روشن شهر کلوب بنابر آماده نبودن تالار شهر کلوب نمیتواند بازی‌هایش را در خانه برگزار نماید. از این رو بازی‌های خویش را در مجمع ورزشی ناحیه دنغره دایر نموده ایستاده است و این رقابت که در سفر برای کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار شد، در حال کلوب مرکزی ورزش ارتش به پیروزی رسید که با حساب 2-0 مغلوب میشد و سرجم شدند. دسته نوتاسیس، هر دو دسته نوتاسیسی مسابقه هستند، در ادامه سرجم شدند. شاگردان مرودلو علی قولوف، مربی جوان و توانستند از پیروزی سیوم خویش در مسابقه دست یابند و موقع امانتبانگ را در جدول عمومی عوض نمایند. آیا بازی مذکور را شما چگونه شرح میدید؟ به نظر شما دسته روشن میتواند در آینده در برابر دسته های زینه های بالوین دسته‌هایی که در میانه جدول قرار دارند رقابت ارزنده نشان دهد؟ من فکر میکنم با چنین شکل گرفتن این کار برایشان مشکل است. ببینید دلکای در همین موسم ما اگر مشاهده کنیم، البته برای روشنواری دست‌ها مثل رگر، برای اینا رقابت کردن با دستای توپ، با دستای قوی نهایت مشکل است. اینا دستای خود روشن دسته نو تاسیس است، ولیکن در حالی که از دسته نو تاسیسی دیگر اقلا مساوی یک حال گرفته نمیتوانی، عین حال این یک نانسنس است به قول. و ببینید آنها در زمین خیش هرچند که در کلوب بمنه در دنغره این البته میدان خانگی آنها حساب میشد، آنها سراول رقابتی سازگار نشان دادند. اینجا البته یک حالت ناجوری خودی بازیگران ارتشیان بود، ولی که آنها وقتی که بعداً به خود آمدن بازی را زیر کنترل گرفتند و نه تنها کم بکردند، آنها تا 5 گل دیگر زدند و صاحب پیروزی گردیدند. ببینید ارتشیان چگونه که من پیشترم قید کردم، آنها نظر به رگر روشن قوی ترند و آنها هم در آینده برای خود ذخیره خاص جلب خواهند کرد از حساب دسته فوتبال بزرگی پروفسیونالی و روشن هم باید در این راستا کار کنند. و ببینید این موسم البته که برای این دستای نوتاسیس تجربه می شود، ولیکن سر از موسم بعدی باید که چنین وضعیت های ناجور درست کرده شوند. اگر آنها در آینده نتوانند با آن دستای صدرنشین رقابتی برابر نشان داده توانند، اقلا با همین دستای همسان خود، با این دستای میانه حال و دستایی که در زمینه پایین‌تر قرار دارند، باید از اینها اقلا خال گرفته توانند. بله، بسیار درست قید کردید. دسته روشن شهر کلوب در فوتبال بزرگ بسیار یک تیم پرقوت لیگای عالی است، اما در فوتزال 4 سال گذشته، در 4 سال که قبل در سوپرلیگا هنرنمایی میکرد همین احوال بود. با حساب‌های کلان شکست میخورد و یکی از مقام‌های آخری جدول مس دسته روشن قرار داشت و فکر اگر از موسم آینده دسته روشن وارد رقابت‌ها شود، دوباره به سوپرلیگا بیاید بازی کند، آیا میتوان با بازیگران داخلی در برابر حریفان پرقوت سوپرلیگا برابر هنرنمایی کرد؟
ببینید در روشن توجهی بین‌نهایت زیاد برای کامیابی دسته اساسی فوتبال بزرگ در لیگ عالی نگرانیده می شود و یکی از جهت‌های منفی آن است که به دسته فوتسال عموما توجه کم کرده می شود و از همین لحاظ نتیجه پست دسته از این وابستگی دارد. ببینید چگونه که رهبریت پیشین روشن عموما میگفتند که هدف ما فقط قهرمانی است. در لیگ عالی من در نظر دارم دسته بزرگ روشن، ولی اون قهرمان را ما هیچ نمیبینیم و تمام جهد و تلاش ها برای دسته فوتبال بزرگ داده میشند، ولی در حالی که اگر که با برند روشن با نام روشن دسته فوتبال را هم تاسیس دید، باید نام این برند رو پس کردن ضرور نیست. در همه فرانت ها باید دسته را قوی کرد و به فوتبال هم باید هرچه توجه بیشتر نه اقلا توجه نظر است کرده شود تا که از همین فوتبال هم شرف ناموس روشن را حمایت میکند، آن منطقه را، آن برند کلوب فوتبالی رو و این رو علاقه ما در ورزش جهانی میبینیم، چون که بارسلونا هم بسکتبال خود را هم فوتبال بزرگ خود را هم دستای دیگر سیستم آن باشگاه بزرگ یک مرام یکسان طرفداری میکند و آن قوه و وسایل مالیوی باید برابر اگر نه البته برای فوتبال بزرگ بیشتر، ولی برای فوتبال هم تا حد امکان باید نگرانیده شوند تا که نام و نشان این دسته بزرگ فوتبالی سر مخلص را در همه فرانت ها برداشته توانند. در فوتبال بزرگ در قاره آسیا بسیار مشکل است هنرنمایی کردن برای دسته های ما، زیرا ما در چندین سال اخیر میبینیم که نتیجه های نظررس ندارند. در فوتبال بزرگ از موسم آینده لیگ قهرمان های فوتبال آسیا از سر گرفته میشوند. بار اخیر دسته سروکمپانی از تاجیکستان شرکت کرد سال 2019 و بعد از آن این مسابقه دیگر برگزار نشد و فکر میکنم برای دسته های تاجیکستان خود را نشان دادن در فوتبال بسیار آسان‌تر است، زیرا منتخب فوتبال تاجیکستان یکی از تیم‌های پرقوت است در آسیا و دسته‌های تاجیکستان نیز می‌توانند با مثل روشن شهر کلوب که پیوسته در فوتبال بزرگ کوشش می‌کند در لیگ قهرمان‌های آسیا و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا هنرنمایی نماید. فکر می‌کنم در فوتبال بیشتر امکان پذیر است که تیز نتیجه به دست بیاید. این میتواند انگیزه علاوه‌ای شود برای دسته‌های دیگر. ببینید وقتی که اگر که کنفدراسیون فوتبال آسیا دیگر باره آن سبقت‌های عالی لیگ چمپیونان میان فوتبال را باز پس به میدان رقابت‌ها برگرداند و رقابت‌های قهرمانی شروع شوند، ببینید برای قهرمانی در هر چمپیونات رقابت‌ها تیز و تندتر می‌شود و این دسته‌ای که ما نامبر می‌کنیم اینها هم برای رسیدن به زینهای افتخاری و رسیدن به مرحله انتخابی چون این چمپیونات‌های قهرمانی تلاش می‌کنند و بعداً باز هم یک اینتریگ خاص، یک جالبیت خاصی رقابت پذیری در چمپیونات احساس می‌شود. بله، بازی دویمی که در این دور برگزار شد این رقابت دسته‌های رگر و استقلال بود. استقلال پس از آن شکستی که در بازی مرکزی دور چهارم از تیم سپر داشت، تمام قهر و غضب خویش را بر سر رگر خالی کرد. رگر هم توانست این موفقیت از در برابر استقلال برای 2 گل زدن، زیرا در بازی گذشته با حساب 10-0 از کلوب مرکزی ورزش ارتش شکست خورد. در مجموع شما بازی هر دو دسته رو چگونه بهاگذاری میکنید؟ اینجا البته از آن باخت‌های بزرگ و شماره به حد زیادی گل‌های سر داشته رگر میتوان گفت که در این مورد بسیار سخن کردن هم البته ضرور نیست، زیرا این دسته واقعا هم ضعیف است. از دیل‌ها دسته در چمپیونات فوتبالی کشور شکست می‌خورد و با حساب بزرگ هم شکست می‌خورد. گپ اینجا سری خود استقلال است، چگونه که ما در برنامه پیشین هم اشاره کرده بودیم که برای استقلال البته بعد از همان شکستی در دوار خانگی با یکی از دسته‌های دعواگر برای قهرمانی، البته باز هم در دور بعدی یعنی که فرو نشاندن غضب خود در مقابل همین ریگری بیچاره است و این هم آن را می‌بیارد که پای زدن یک فیتوده را به یاد می‌آورد. البته اینجا دیگر جای استقلال دل خود دسته می‌شد، بعد از همان شکست در دور 9 گل و 19 گل می‌زد. کسی یگان چیز نمیگفت، زیرا که انتظاراً چون این طور هم میشد. ببینید رگر دسته است که نه تنها از دستای توپ بلکه از دستای میانه حال و دستای پایانی هم شکست میخورد و برای استقلال باشد این یک تومه آسانی بود برای خالگیری و کم کردن تناسب کمبود خالی در جدول سوپرلیگا. بله، دسته استقلال فکر میکنم از مرحله دوم باز هم پرقوتر میشود، زیرا این تیم علاقه 3 سال اخیر در فینال بازی میکند و در این برابر یک مرتبه
тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст орад дар соли 2023 ва имсол чемпионат каме пурқувваттар аст, зеро Сипар низ бо ҳайати бисёр қавӣ вориди мусобиқа шудааст. Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ рӯз то рӯз бозиҳояш дигар шуда истодаанд ва бозиҳои беҳтару хубтар нишон дода истодаанд. Агарчи онҳо мағлуб шуданд дар чанд бозии охир, вале яке аз муддаиёни асосӣ барои яке аз мақомҳои ифтихорӣ мебошанд. Соли гузашта дар марҳилаи чорякниҳоӣ шикаст хӯрданд, аммо имсол бовар дорем ки то марҳилаи нимниҳоӣ ҳадди аққал ин тим роҳ меёбад. Ва бозии сеюм дар ин давр ин рақобати дастаҳои Сипари шаҳри Хуҷанд ва Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд, ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд ва ба 4 голи беҷавоби соҳибони майдон хатм шуд. бубинед натиҷаи 100% Сипар то даври панҷуми Суперлига аллакай бозгӯи он аст, ки ин даста воқеан ҳам иродаи мустаҳкам ва нияти қавӣ ҳадафмандона ба самти қаҳрамонии шитобон аст ва натиҷаи 100% дорад. бубинед як мусовии Соро компания аллакай барои ино имкон дод то онҳо садрнишини ягонаи ҷадвал бошанд ва ин чиз албатта як аломати равшани возеҳи ҷолиб гардидани интрига дар Суперлигаи футзали мамлакат аст. зеро бубинед 3-4 соли ахир фақат 2 даста буданд дар финали 4гона рӯшан буд ки Соро компания ва Истиқлол ба финал мебароянд, вале ин мавсим аллакай 3 даста шуданд. бубинед ва агар шаваду чунин дастаҳои қавӣ 4 даста шаванд, бубинед финали 4гонаи бузург он ба истилоҳи дигар нимниҳоӣ чигуна хуб мегузарад, чигуна ба интригаи ҷолибтар мегузарад ва будани Сипару баргашт кардани Сипар бо чунин иқтидори қавӣ ва даъвогар буданаш барои қаҳрамонӣ албатта ангезаи иловагӣ мебахшад барои худи Истиқлол, барои худи Соро компания, то онҳо дар ҳар чемпионат худро қавитар кунанд ва омодагии бисёрам ҷиддитар бубинанд. бубинед аллакай ино 3 даста шуданд, дигар Соро компания озод нафас кашида наметавонад то финали 4гона. агар озодтар аст дар вақти рақобат бо дигар рақибон, аллакай дар финали 4гона як фишор, як эҳсосотҳо ба миён меояд, чӣ барои Истиқлол, чӣ барои Соро компания, ва инам хуб аст. бубинед Сомон албатта чигуне ки ишора кардед шумо метавонад онҷо бо амонатбонк барои медалҳои биринҷӣ мубориза барад ва барои 2 дастаи қавии дигар, барои 3 дастаи қавии дигар метавонад дар ягон бозии мушкилӣ пеш орад. ин албатта як аломати хуб аст, валекин 3 то шудани дастаи қавӣ ва мубориз барои қаҳрамонӣ албатта як аломати равшани ҷолиб гардидани чемпионат аст. Сипар ки соли гузашта барандаи медали биринҷӣ гардид, имсол боз легионерони пурқувват ва ҳатто мураббии бисёр пурқувват ки дар чемпионати Қазоқистон кор кардааст, дар Русия кор кардааст ва ҳатто як замон дар тими Кайрати Қазоқистон ба ҳайси ёвари мураббии машҳур Кака фаъолият кардааст, ки фикр мекунам яке аз бисёр дастовардҳои бузурги маҳз ҳамин мураббӣ аст, ки имсол дастаи Сипар ба яке аз тимҳои пурқувват ҷалб шудааст. Эдуардо Агналдо, легионери бразилии ин тим, ки 2 соли охир аст дар ҳайати Сипар бозӣ мекунад, яке аз беҳтарин бозингарони мавсим аст. хуб, ба назари шумо легионерони Сипар аз бозингарони дигари хориҷии дастаҳо бо чӣ фарқ мекунанд, ки метавонанд дар дилхоҳ ҳолат натиҷаро дигар намоянд? ин аз як ҷониб бубинед онро нишон медиҳад, ки агар мо ба натиҷаҳои алоҳидаи дастаи Сипар як таваҷҷӯҳ кунем, таваҷҷӯҳи алоҳида назар андозем, бубинед то ҳол дар ҳамин мавсим Сипар бо Соро компания рӯбарӯ нашудааст. Истиқлолро дар замини Истиқлол шикаст дод. мо медонем ки Истиқлол дар чӣ сифат қарор дорад. айни ҳол Истиқлол умуман баъд аз ҳамон шикаст дар финали порсола ба худ он қадар монанд нест. Истиқлол як қатор аз бозингарони асосии тимро тарк карданд ва ба дастаи Сипар пайвастанд, ки якбора дастаро заифтар кард. дастаи Истиқлолро заифтар кард, Сипарро қавитар кард. онҷо ивазҳои мураббӣ мушоҳида шуд, мураббии нав оварданд ва сар аз нимаи ду мавсим инҳо ҳам талош мекунанд ки дастаро қавитар кунанд. бо ҷалби бозигарони хориҷии дигар инҳо ҳам талош ба самти беҳбудӣ мекунанд. вале барои Сипар албатта ин пешравии бомаром барандаи медали биринҷӣ гардидан дар мавсими қаблӣ ва кӯшидан барои қаҳрамонӣ дар ин мавсим овардани он бозигарони номдорӣ ки шумо номбар кардед, инҳо аллакай бубинед аз як ҷониб инҳо худ як бозии хуби коллективӣ бо сардори мураббии хориҷӣ нишон медиҳад. аз ҷониби дигар ҳарифони дигар ҳам заиф ҳастанд. дар мавриди
این دستای پایانتر چمپیونات ما عموما سخن نمیکنیم، ولیکن اون که استقلال ضعیفتر است، اون که تا حال ما ندیدیم که با سر کمپانی سپر چگونه رقابت میکند، ولی با احتمالات زیاد نتیجه 100% داشتن تا همین دور و خوب خود را حس کردن آن بازیگران و نتیجه منتظم برقرار نشان دادن آن را نشان میدهد که ما میتوانیم، من شخصا میتوانم گفتن که اینا اندک وقتی رقابت با سر کمپانی فاوریت هم به چشم میرسد. دسته سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان که 2 سال اخیر است در سوپرلیگ هنرنمایی میکند و پس از آن بازی‌هایی که این تیم برگزار کرده ایستاده است، معلوم است که هدف‌های بزرگ دارند. دسته و مثل دیگر تیم‌ها تنها برای اشتراک به مسابقه نآمده است، زیرا الکی در حیات خویش 3 لیگانر، 2 تا از ایران و 1 تا از افغانستان دارند که بسیار لیگانران خوب هم هستند. یکی از بازیگران آنها در گذشته در حیات استقلال برآمد می‌کرد، مربی خارجی دارند و برای دانشگاه ملی تاجیکستان، سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان فکر میکنم عین زمان برای مبارزه بردن برای عنوان قهرمانی کمی بروقت‌تر است. بله، از یک جانب آنچنین بروقتی هم احساس می شود، ولی از جانب دیگر البته خوب است که ببینید یک دسته دانشگاهی ما چنین هدف‌های روشن را در حیاتش دانشجویان نیز بازی میکنند. بله، از یک جانب این به ورزش جلب کردن آن نسل سالم و جوان دانشجو است در برابر دانش آموزی. از جانب دیگر ببینید این یک نمونه عالی تکراریابی تجربه ورزشی جهانی است. ببینید در جهان، در ورزش جهانی ما می‌بینیم که چقدر دسته‌های دانشگاهی معروف وجود دارند. چی در بسکتبال آمریکا ما از همین ستاره‌ها بیشتر از دسته‌های دانشگاهی می‌برند به NBA. چقدر دسته‌های بزرگ فوتبالی دانشگاهی هستند و این یک تجربه خاصی است که خوشبختانه دانشگاه ملی تاجیکستان یک مؤسسه قدرتمندترین تحصیلات عالی در کشور توانست چنین هدفمندانه پیش گرفت و آهسته با مرام اینها میتوانند، البته اگر خوب دست به کار باشند، نقشه آینده سازی دورنما داشته باشند، اینها میتوانند موفق شوند و با وجود چنین الکی پیشروی میتوان گفت الکی آنها چگونه ای که آنها خوب با سر کمپانی بازی کردند، البته با سپر اندک برایشان مشکل تر غلطید، ولیکن آنها میتوانند حتی برای زینه سوم مبارزه به امان برده توانند و در راه گرفتن مدال‌های برنجی آنها امکانات‌های خوب هم دارند. دسته سامان در سوپرلیگ مملکت یگانه تیم میباشد که یک بازی بسیار مکمل دارد. میدان، 2 میدان دارد، اینچنین تالار ورزشی، تالار برای شناوری، یک مجموعه بزرگ اینفراستراکتور دارد که میتواند در کامیابی آن خدمت نماید. بازی چهارم در این دور، بازی مرکزی دور میان تیم‌های سر کمپانی قهرمانی فعلی کشور و امانت بانک بود. امانت بانک نظر به بازی‌های گذشته در این رقابت بر مقابل قهرمانی کشور بسیار خوب بازی کرد. در قسم اول حساب 1-1 بود و اولین شده بازیگران امانت بانک به زدن گل موفق شدند. در چندین حالت‌های دیگر آنها میتوانستند به زدن گل موفق شوند، اما دروازه‌بان ایرانی دسته سر کمپانی سعید توروبیده در رقابت بر مقابل امانت بانک بسیار مهارت بالا نشان داد و در چندین حالت‌ها دروازه‌اش را از گل امین نگاه داشته توانست و در قسم دوم الکی قهرمانی تاجیکستان نشان داد که میتواند بالا هم برای حمایت عنوان قهرمانی خویش مبارزه برد. در این بازی شما نیز حضور داشتید، چگونه بازی دسته امانت بانک را بهاگذاری میکنید و در مجموع بازی قهرمانی کشور را چگونه بها میدید؟ من فکر میکنم که اونی که شما قید کردید بازی خوبی در دروازه‌بانی دسته سورا، ببینید یک زمان یکی از مشکلات بسیار جزئی هم دسته سورا نبودن دروازه‌بان خوب بود و آنها به قول یک حذاب هم کشیده بودند در نبودن دروازه‌بان قهرمانی رو از دست دادن که تا 5 بازی ادامه کرد. بله، آنجا البته روشن بود یکی از مشکلات اساسی باخت این نبودن دروازه‌بان خوب، اولی که در حالی که دروازه‌بان شامل دسته شد و توانست در این بازی الکی از کلیدی بودن خود نشان داد، این از یک طرف دروازه‌بان خوب بازی کرد، عامل خوب البته نتیجه مثبت برای سر کمپانی. از جانب دیگر امانت بانک هم تلاش‌های بسیار هم نظررس نشان داد در این بازی. آنها ضد قهرمان فعلی عمان را افتاده نشدند، آنها تا با آخر مبارزه بردند، ولی که در نیمه دوم چگونه که ما دیدیم مشاهده شدیم اونجا دسته قهرمان همیشه کلاس خود را نشان میداد. ماز فرق کننده بودن سطح دسته قهرمان فعلی در کلاس و دیگر اشتراکچیان دسته سوپرلیگ ماز در چنین بازی نشان میداد. آنها در دل خود رقابت میتوانند که تقدیر بازی را اگر که در نیمه اول دسته رقیب
پافشاری کند و فشار بسیار ایجاد کنند. آنها در قسم دوم البته وابسته به از مهارت انفرادی بازیگران خویش، وابسته به آن سطح موجوده دسته خویش توانند که کار خود را به قول تمام کنند. این را ما در فینال جام تاجیکستان یک چند سال قبل مشاهده شدیم که چون در نیمه اول با خود امین امانت بانک مشکل بود برای سر کمپانی، ولی که بعدا در نیمه دوم 5 گل به جواب را وارد دروازه امین دسته بانک مردمی کردند. این البته خاصی بر دستای فوتبالی و فوتبالی است که دستای قوی، دستای بزرگ در دل حالت می توانند کلاس خود را نشان دهند، کلاس بازیگران خود را و قوی بودن خویش را. و برای امانت بانک برای سر کمپانی البته مهم است در چنین بازی با بزرگ پیروز شدن و آمادگی خاصه خود را نشان دادن نزد سارا و نزد سپر و استقلال، تا که آنها آماده هستند که ایمان قهرمانی خویش را دفاع کرده می توانند. به نظر شما با چنین بازی می توان دسته امانت بانک را از دسته سامان بالا ماند؟ از دسته های سه گونه بهترین ها نبود، حتی از دسته سامان؟ من فکر میکنم با وجود آن تجربه که این دسته با اشتراک خویش در سوپرلیگ کشور دارد، این دسته هم البته نیت هدفمندانه خود را دارد، نیت آینده سازی میکنند. اینا میخوان که یک لایحه داشته باشند که دراز مدت باشد و نه موقتی و نه فرمایشی و نه یک کاری مجبوری باشد. اینها هم میتوانند در برابر سامان در آینده یک دسته تام و خوب را داشته باشند، ولیکن اینا در قیاس به سامانی دانشگاه ملی چگونه که ما قید کردیم اینفراستراکچور ضروری بعضا برای آماده کردن بازیگران یعنی که حسابی دانشجویان و دانش آموزان ندارند. اینها را ضرور است که با جلب بازیگران خارجی دستای به قول نالازمی آن دستای توپی که مشاوره کردیم بازیگران نالازم از زمان حساب خود را قوی کنند. ولی به هر حال نسبت این دسته هم خوشبین بودن در کار است، ولی به استثنای آنکه این موسم واقعا نتیجه آنقدر قناعت بخش نیستند، چگونه که از آمارها برمیآید نتیجه ضعیف هستند. ولیکن من فکر میکنم که اینها هم تلاش میکنند که کار میکنند که از سامان قفا نمونند در همین اقلا در جدول همین سوپرلیگ. بله، پس از آنکه که مرادالله علیقلوف کارنامه کسبی خویش را به انجام رسانید و سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش گردید، این سرمربی تازه تعیین امانت بانک شیرزاد جمعیف سابق دروازه‌بان سارا کمپانیا خوشبخت اسایف رو همچون دروازه‌بان اساسی به دسته دعوت کرد و عین زمان خوشبخت اسایف به دروازه‌بان دوم مبادل گشته است. در بازی مرکزی دروازه امانت بانک را مرادجان مرادوف حمایت کرد. یکی از سبب‌های است فکر میکنم که دسته امانت بانک ضعیف است و این چنین در چند بازی اخیر نمیتواند نکروز علی محمدوف یکی از بازیگران اساسی این دسته را کمک نماید. بله، مشکلات های کادری هم تا جای تاثیر خود را میرسانند. ببینید وقتی که گپسری دروازه‌بان هم میرود، هرچند که دروازه‌بان قوی هم باشد ولیکن با وجود هجوم‌های برقصای دستای قوی، با وجود فشارهای پیوستگی دلخواه دروازه‌بان البته که خنثی کرده میشود به قول و این را ما در دیگر نمودهای ورزش در فوتبال بزرگ مشاهده می‌کنیم. وقتی که دفاعگران در کار خود را یعنی که از زوده اجرای وظیفه خود نمیبرند، یک بازی خوبی کلکتیوی نیست و پیوستن از خط دفاع با هجوم غیر امکان میشود. در بعضی حالت‌ها در بالای دروازه‌بان فشارها بیشتر میشود و عین حال که البته مشکلی دروازه‌بانی وجود دارد در دسته بانکی مردمی، نوبست از این واقعا وقتی که امانت بانک زیر آن دسته سگانه بزرگ برآمد میکند، ببینید پیوسته هجوم از جانب دروازه است، پیوسته هجوم است. اگر که سیو هم به نظر میرسند ولی واقعا مشکل است برای دلخواه دروازه‌بان دسته را در عموم پرخواد کردن در کار است. ببینید ما در موردی نبود یکی از بازیگران کلیدی حرف میزنیم، عین حال این هم یکی از به قول مینوس های همین دسته است و این تیم هم البته میکوشد تا دسته خود را قوی کند و شماره دستای قوی تر بیشتر باشند تا که مخلصان بیشتر به فوتزال رو آورند، از فوتزال هم بیشتر حرف و صداها بلند شوند، از جالبیت بازی ها در همین چمپیونات هم گفته شود. 3 دسته قوی چگونه من گفتم نباشند و 4 دسته قوی باشند، سال به سال 5 تا و 6 تا شوند، بسیار خوب می شود. و همین مشکلی دروازه‌بان در تاجیکستان روز تا روز زیاد می شود، زیرا سالهای طولانی است فیروز بگمرادوف به حیث دروازه‌بان اساسی تیم ملی هنرنمایی دارد و این اگر فیروز بگمرادوف جراحت بردارد یگان نفر دیگر نیست که مثل او دروازه تیم ملی رو حمایت نماید. این زمان فرصت داریم که صحبت سرمربیان دسته ها رو
гӯш андозем якҷоя ва баъдан баргардем ба студия. футзал бозии бисёр тезатунд аст. дар ҳар ҳолат метавонем мо дар пешроҳи ҳариф, лекин мо тавонистем баъд аз он ки ҳариф дар пеш буд ҳисобро баробар кунем ва бо ҳисоби 4-1 ғалаба кунем. خب معمولا سورو کمپانیا پیوسته در قسم‌های دوم نظر به قسم اول بهتر عمل میکند و بیشتر پیروزی‌های خود رو در قسم دوم به دست می‌آورد، مخصوصا در بازی‌های بسیار در بازی‌های مرکزی. پس از حساب 1-1 به تنفس رفتن چگونه دسته رو آماده کردید برای قسم دوم که یک بار 3 گل به جواب زدن؟ ягон чизи махфӣ нест, ҳамон чизе ки ҳама вақт мо ҳамон гапҳое ки гап мезанем ва ҳадафи асосии он чизое ки дар тамрин мекунем бояд истифода бурда тунем ва гумон менам аз ҷиҳати ҷисмонӣ дар қисми дуюм мо беҳтару хубтар будем. خب سرمربی دسته رقیب ابراز داشتن که ما بازی رو اداره میکردیم اما دسته رقیب حالتهای گلزنی رو خوبتر استفاده کرد. به نظر شما بازی رو کی اداره میکرد؟ اکنون فکر شخصی سرمربی حریف است، لیکن حساب 4-1 است و ما توانستیم غالب بودیم و فرق ندارد. ما میتونیم 99% وقتی بازی را اداره کنیم که مغلوب شویم. از اداره بسیار چی فایده است؟ اساس در فوتبال حساب و باید کوشش کرد در هر بازی غلبه کنیم. نوبسته که از اون که شما مغلوب شدید اما بازی شما از بازی‌های دیگر با کلی فرق داشت و بهتر هم بود. چگونه به این بازی آماده بودید و چی رو انتظار بوده در اصل در برابر قهرمان تاجیکستان؟ امروز بازی باید بازی خوب نشون میدادیم، اما با فکر من بازی خوب بود. امروز بازی خوب بود، فقط همین گلزنی کم مشکل شد. همین گل اگر گلمو میزدیم بر وقت و فکرم بازی و عموما دیگه خیلی میشد، برای که اوج بازی حسیات بود که همین بازی در دست ما بود. بازی عموما در دست ما بود، فقط همین حساب گل نشد. همین گل اصلا همین فوتبال همین گل زدن است. نزدیم میزنن. خب در بازی گذشته در هر قسم دروازه‌بانان دیگر می‌ایستادند. خوشبخت حساب در قسم اول می‌ایستاد مروجان مراد، در قسم دوم مروجان مراد، در قسم اول خوشبخت حساب. چه قرار کردید که بازی مذکور را تا آخر مروجان مراد برگزار نماید، در حالی که به نظر ما دروازه‌بان اساسی خوشبخت حساب به همچون دروازه‌بان اساسی دعوت شد؟ خیلی بود که دوم تایم باید خوشبخت می‌ایستاد، اما خیلی دیدیم که مراد تازه یک تمپ خفیدگی بود، شوتم устраивает گفتیم خیلی تا آخرش مراد ایستاد کنی ببینیم چی گپ میشه. خیلی این گفتن نمیشه، ممکن نغز می‌ایستاد، ممکن بزیب می‌ایستاد. خیلی گفتیم مراد به حد نغز ایستاد میشه، خیلی خطاگی میشه بسیاری وقت تک مراد نغز ایستاد ورود. پس از انجام بازی‌های دور پنجم سوپرلیگا در جدول عمومی دسته‌ها با چنین ترتیب جای گرفتند. دسته سپر شهر خوجند پس از 5 دور با 5 پیروزی با دریافت 15 گل صدرنشین یگانه جدول عمومی باشد. این تیم در مجموع با دروازه حریفان خویش 39 گل زده است و از دروازه‌اش تنها 5 گل سر داده است. سورو کمپانیا با 4 پیروزی و 1 مساوی در مقام دوم قرار دارد. استقلال با 3 پیروزی 1 مساوی و 1 شکست زینه سوم را اختیار نموده است. کلوب مرکزی ورزش ارتش با 3 پیروزی و 2 شکست در مقام با 9 امتیاز در مقام چهارم قرار دارد. امانت بانک چه خیلی گفتم از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پایان رفت و با 6 گل در مقام پنجم جدول عمومی موقع گرفته است. تیم سامان و روشن شهر کلوب با 3 امتیازی در مقام‌های ششم و هفتم قرار دارند. دسته رگر شهر ترسمزاده باشد بدون امتیاز و یک دسته ضعیفترین مسابقه است در مقام هشتم قرار دارد. این تیم در 5 بازی با دروازه‌اش 50 گل سر داده است. خب جدول عمومی را شما چگونه واگذاری میکنید؟ پس از 2 دور بازی‌های مرحله اول به انجام میرسند و به نظر شما که یکی از پیوسته بازی‌های سوپرلیگا رو نظارت دارید، کدام دسته میتواند در صدر جدول عمومی باشد؟ برای بودن در صدر جدول البته چوری که می‌بینیم نتیجه 100 فوزه سپر البته اندک رو به فشار روبرو میکند. خود همین سورو کمپانیا و استقلال رو برای این دو دسته البته قبول نیست که سپر ببینید نتیجه 100 فوزه و استقلال البته ببینید یک اشتباه الکی آنها رو از صدرنشینی محروم کرده است.
ولی چیزی جالب دیگر آن است که ببینید ما در مورد سامان تعریف کردیم، امانت بانک رو در مورد نقشه‌های آینده ساز آنها توصیف کردیم، ولی ارتشیان ببینید از هر دو اینها علاقه گذاشتند و تنها یک خال از استقلال آنها را جدا میکنند. این چیز هرچند که موقتی هم باشد ولی که خوشبین کننده است. این دسته ارتش هم میتواند، این دسته وزارت مدافع هم میتواند یکی از نامزدهای اساسی برای راه یافتن به مرحله پلی آف است. بله، برای رسیدن به آن مدال ها و مبارزه برای آنها است. این چیز البته عامل مثبت است، ولی عامل منفی چی است؟ ببینید دو دسته در عموم 90 گل سر دادند. 40 و 50 این یک دهشت است. برای سوپرلیگ یک کاتاستروف است برای یک مسابقه ملی فوتبالی کشور. ببینید وقتی که دو دسته 50 گل 90 گل در عموم سر میدن، قریب 10 تا دیگر میرسه سر میدن، 100 گل میشود. 100 گل به دروازه دو دسته. این عموما این شماره ها تا کجا میبرند؟ این عموما درباره صفت گپ هم نمیرد. فقط یک چمپیونات شماروی کدومی که میپرد چقدر گل میپرد به همین دو دسته زدن میگیرد به دروازه همین دو دسته. و ماز مشکلی دروازه‌بانی هم این مشکل هر دسته نیست، این مشکل سیستموی است. نبودن بازهای تربیه دروازه‌بانان و فوتبال بازان هم البته مشکل کادری در فوتبال هم به نظر میرسه. در فوتزال هم یک زمان وقتی که ببینید دسته پیرو وحیدوف در چمپیونات آسیا برای ظفر رسید و به چمپیونات جهان رفت، توجه نسبت فوتزال هم شد، دستگیری هم شد و نفران شوقمند و هوسکاران و نورسان کودکان هم میخواستن فوتزال باز شوند، ولیکن وقتی که آن شهرت و شان یک به فراموشی رفت موقتا، ببینید دیگر باز مشکلات ها سر میزنند. یک دسته عموما دروازه‌بان ندارد، یک دسته دروازه‌بانی هم داشته باشد. اگر که ببینید خود دروازه‌بان دسته ملی به قولش مجرد بردارد، کی میشود دروازه‌بان عوض کننده 100% او هم وجود دارد. این البته از یک مشکلات انفراستراکچوری، مشکلات سیستمی سر میزند و سر داشتن شماره چنین گل ها از اون میگه که این دسته هم رمزی بودند و این بازیگران هم رمزی بودند. بله، بسیار خوب قید کردید و ما در عرفه آغاز مرحله انتخابی جام آسیا 2026 قرار داریم که در دوشنبه برگزار می شود و منتخب تاجیکستان پس از یک هفته علاقه آمادگی های خیش رو با مرحله انتخابی آغاز می کند. به نظر شما از دسته امانت بانک و از دسته سامان که نتیجه های نه چندان خوب دارن، اما بازیگرانی هستند که دعواگر برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان می شود بازیگران رو دعوت کرد. من فکرم روشن است که از لگنران نسبت به سارو کمپانی رو دعوت کرده نمی شود. اینا الکی در دستای خود بازی میکنند، ولیکن با پرگی جلب کردن بازیگران از خود سارو کمپانی و استقلال البته با اینها نمی شود، زیرا که بازیگرانی هستند از نامزد برای دستای تیم ملی که از خود امانت بانک و خود سامان اینها میتوانند باید که سنجیده شوند، باید که گوناگون انتخابی باشد، یک انتخابی هر خیله باشد از جانب سرمربی دسته ملی و مورد سنجش قرار داده شدن این بازیگران دسته امیدبخش هم میتوانند به نفع دسته منتخب باشند. البته پیشگویی شونده است که عضو دسته منتخب فوتبال تاجیکستان کی است و کیها بوده میتوانند. البته ما داریم لیگنرانی که در چمپیونات‌های بیرون بازی میکنند، اونها ارزنده دعوت هستند، ولیکن این بازیگرانی دستایی که ما اشاره کردیم اینها هم باید دعوت کرده شوند و در صورت دعوت شدن اینها هم باید از خود نشان دهند و یک امیدی ببخشند برای دسته منتخب فوتبال کشور. بله، نامزدا از دسته امانت بانک فکر میکنم این امید جون کوزی و نکروز علی محمدوف است و دسته سامان نیز میتواند یگان بازیگر خیش رو در تیم ملی بیند. رمز امروخونوف که این زمان در هیئت دسته امانت بانک بازی میکند، سال گذشته یکی از چهره امیدبخش سال شد در سوپرلیگ و آن زمان شرفی دسته سامان رو حمایت میکرد. خب به امانت بانک آمد اما بازیش هم دیگر شد، نمیتواند در برابر بازیگران اساسی امانت بانک موقع استوار رو پیدا نماید. خب فکر میکنم که محض همین چیز باعث می شود او در هیئت تیم ملی دعوت نشود، زیرا در دو جمعیتی که برگزار شد آن زمان که در هیئت سامان هنرنمایی میکرد یکی از مدعیان اساسی برای تیم منتخب بود. ولی نتیجه انفرادی هر بازیگر، نتیجه خود همون دسته ای که آن بازیگر برآمد میکند در چه حالت قرار داشتن دسته تاثیر میرساند به خود قرار سرمربی، به خود
اون نفرانی که موظفند برای مورد تحلیل قرار دادن آمارهای بازیگران و برآمدی آنها این چیز میتواند روشن است که این چیز قرار نهایی بوده میتواند در راه برآوردن قرار برای دعوت دیل ها بازیگر و این بازیگر هم استثنا بودن نمیتواند در صورت بهبود بخشیدن بازی خود، بهبود بخشیدن بازی دستش و منتظم راه پیدا کردن به هیئت اساسی تاثیر بخش بودن برای دسته خود میتواند البته که شایسته دعوت باشد، ولی عین حال چگونه که ما مشاهده کنیم چنین طور به نظر نمیرسد. بله، بازی‌های دور ششم سوپرلیگا که در روزهای استراحتی این هفته برگزار می‌شوند چنین است: امانت بانک با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی می‌کند، استقلال باز با یک دسته ضعیف دیگری چمپیونات روشن رقابت می‌کند، سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان با رگار شهر ترسومزاده دیدار انجام می‌دهد و در بازی مرکزی این دور و ماس رقابت‌های دور ششم سوپرلیگا با بازی مرکزی میان قهرمان فعلی کشور سروکامپانیا و سپر جنبست می‌شود. خب به نظر شما کدام دسته ها بازی ها میتوانند شوق‌آور باشند در برابر بازی مرکزی دور؟ در برابر بازی اساسی این دور البته که بازی اول میتواند که جالب باشد. ببینید اینجا اگر گپ سر صدرنشین میرود بین دو دسته قوی ترین کشور، عین حال اونجا گپ سر چی میرود؟ گپ در سر تا کدام درجه ایه شدن امانت بانک گپ بود بخشن به نتیجه آن و تا کدام درجه قوی بودن ارتشیان. ببینید ارتشیان الکی در جدول نزدیک به خود استقلال یک خال جدا میکند از استقلال او در صورت کامیاب شدن آنها ببینید الکی ما گپای بسیار تر هم در مورد کلوب مرکزی ورزش و تعریف های بیشتر هم کردن میتوانیم. آنها امکان هم دارند زیرا این امانت بانک این حال در حالت ایدئالی قرار ندارد. آنها میتوانند سر به سر شوند با امانت بانک و نه تنها از آنها خال بگیرند تا نسبت آنها پیروز شده هم میتوانند. ولی مهمتر از همه بر زمین این دو بازی دیگر را استثنا میکنیم. اونجا فاوریت البته معین هستند. در اینجا واقعی بازی بسیار مرکزی، بازی مهم و بازی است که پیروی دو نباید خال از دست دهد. ببینید اگر که خال از دست داد تناسب خالی باز هم بیشتر می شود. وابسته از آن که سیستم فوتبال چگونه برآمدش پلی آف دارد و دیگر، ولی اصلا گپ در سر نفوذی دسته، گپ در سر دفاع قهرمانی و گپ در سر آن میرد که تا کجا این موسم دسته ها زدی سپر دست به گریبان شده می توانند و سپر البته عین حال در آن سمت روش شکست ناپذیری خود قرار دارد. هرچند که سروکامپانیا هم شکست نخورده است ولیکن نتیجه 100% داشتن سپر و یک پیروزی مهمی سفری ضد دسته دیگری توپ آنها را البته فاوریت می شمارد. ولیکن سروکامپانیا اگر تواند جلوی این دسته را بگیرد بازم جالبیت بیشتر می شود. اگر که شد سپر به مثال استقلال سروکامپانیا را شکست داد نه تنها جالبیت کمتر می شود البته نسبت دفاع کنی قهرمانی از جانب دسته پیروی دو هم سوال ها به میان می بیاید. بله. خب بازی های مذکور و تلویزیون ورزش تا جای میتواند در این شب و روزها که بسیار مسابقه های با نفوذ در پایتخت کشور جریان دارند پیگیری نمایند. ما نیز کوشش میکنیم بازی های دور ششم رو پیگیری نماییم تا اینکه در برنامه آینده در برابر آنها صحبت انجام دهیم. و دوستان عزیز اینجا میرسیم به پایان برنامه شهر فوتزال. تا برنامه های دیگر پیروز و پاینده باشید.